the name of Almighty God. Hello everybody. خوش اومدید به جلسه اول درس دوم کتاب Family and Friends 1. عنوان درسمون هست Playtime. زمان بازی. Lesson 1. درس اول. منظور درس اول از یونیت 2. ببینید یونیت داریم، lesson داریم. هر دوتاش هم یعنی درس. یونیت یعنی درس، lesson یعنی درس. این بالا که نوشته 2 منظور یونیت 2 یعنی درس 2 هستش. حالا منظور از این 2 چیه؟ یونیت یکم گسترده تر از لسنه. هر یونیت میتونه شامل چندین تا لسن باشه. برای همینه که ما اینجا لسن 1 داریم. مثلا تو کتاب های مدرسه ما فصل داریم که هر فصل ممکنه 2 درس یا 3 درس باشه. یونیت هم اینجوره. یونیت یکم گسترده تر از لسنه. یونیت یعنی درس ولی چند تا لسن رو شامل میشه. این رو گفتم که بدون چرا میگیم lesson 1 درس 1. خب words کلمات. listen, point and repeat. listen رو با listen اشتباه نگیرید. listen یعنی درس، listen یعنی گوش کردن. listen, point and repeat. گوش کنید، اشاره کنید و تکرار کنید. اول یه بار گوش میکنیم و اشاره میکنیم. دفعه دوم که گوش میدید باهاش تکرار کنید خودتون. خب بشنویم ببینیم چیه. Listening 22. Listen and point. Doll. Ball. Teddy bear. Puzzle. Car. Ball. Puzzle. Teddy bear. Doll. Car. Listen and repeat. Doll. Ball. Teddy bear. Puzzle. Car. بسیار عالی. Listening 22. کلمات رو یاد گرفتیم. دال یعنی عروسک. دال. بال یعنی توپ. بال. فوتبال شنیدید دیگه. چرا بهش میگن فوتبال؟ فوت یعنی پا، بال یعنی توپ. فوتبال ورزشی که با پا و توپ انجام میشه. تدی بیر عروسک خرسی. اون عروسک خرسی دست مستر بین رو دیدید دیگه، صداش میزد تدی. تدی بیر یعنی عروسک خرسی. پازل که مشخصه، همون پازل. و کار یعنی ماشین. کار. این کلمات رو یاد گرفتیم. حالا بریم یه مکالمه رو بخونیم که توش از این کلمه ها استفاده شده. Listen and read. گوش کنید و بخوانید. read یعنی خواندن. خب بریم اول ببینیم قضیه چیه، داستان ما از چه قراره، بعد برگردیم ادامه بدیم. This is your doll. And this is your ball. Where's my teddy bear? Is this your teddy bear? No, it isn't. This is my pencil case. Is this your teddy bear? No, it isn't. It's my bag. Look, Tim. Here's my teddy bear. It's in my bag. اوکی. اول تم میگه this is your doll. This is your doll. یعنی این عروسک توه. This یعنی این عروسک توه. doll هم یاد گرفتیم یعنی عروسک. And و this is your ball. این توپ توه. ببین عروسک و توپ دستشه. روزی گفته Where's my teddy bear? Where's my teddy bear? عروسک خرسی من کجاست؟ Where یعنی کجا. Where's my teddy bear یعنی عروسک خرسی من کجاست. تم میگه
Is this your teddy bear? این عروسک خرسی توه؟ جامدادی رو نشون میده. خب ولی جامدادی شبیه خرس دیگه. روزی میگه no it isn't. نه اون نیست. This is my pencil case. این جامدادی منه. This یعنی این. Pencil case یعنی جامدادی. pencil یعنی مداد. pencil case جامدادی. This is my pencil case. این جامدادی منه. بازم تیم میگه is this your teddy bear؟ این عروسک خرسیته؟ روزی میگه no it isn't. نه اون نیست. It's my bag. اون کیف منه. bag یعنی کیف. It's my bag. بعد کیف رو باز میکنن میبینن که عروسکش توی کیفشه. میگه look یعنی ببین. look یعنی نگاه کردن. look Tim. نگاه کن تیم. Here's my teddy bear. Here یعنی اینجا. میگه تدی بر من اینجاست. عروسک خرسی من اینجاست. It's in my bag. اون داخل کیف منه. این یعنی داخل در. اون در کیف منه. داخل کیف منه. bag یعنی کیف. اوایل چون مبتدی هستید مکالمه ها در همین حد کافی براتون. یعنی لازم نیست ما کلمه به کلمه، گرامر به گرامر، خط به خط همه چی باید بررسی کنیم. یه سری کلمات مهم مثلا look یعنی چی، here یعنی چی، this یعنی چی، bag یعنی چی، اینا رو با هم داریم. یه سری کلمات که هر درس یاد میگیریم. بقیه‌اش رو در حد ترجمه که به ذهن بسپرید میگیم. هر درس یه گرامر یاد میگیریم. مجموعه این گرامرها به شما این امکان رو میده که از یه مدت به بعد، از یه جایی به بعد دیگه لازم نباشه حفظ کنید. لازم نباشه ترجمه خط به خط داشته باشید. خودتون متوجه بشید که این متنی که میخونید یعنی چی. این هیر چیه؟ این که اینجا اس گرفته چیه؟ مای نقشش چیه؟ همه چی رو یاد میگیرید اما عجله نکنید. برای این سطح فعلا فقط باید همینجوری پیش برید. خب lesson 2 grammar. هر درس یه گرامر داریم که توی این کادرهای سبز رنگ هست و خیلی کمک میکنه به یادگیری زبان. همه بخش‌های زبان مهمن، همه بخش انگلیسی مهمن، اما گرامر نمیخوام بگم مهمتره ولی یه جایگاه ویژه‌ای داره. واقعا گرامر یه جایگاه ویژه‌ای تو آموزش زبان داره. Let's learn. بیا یاد بگیریم. Let's رو گفتم وقتی کسی رو دعوت میکنی که بیاد با هم یه کاری رو انجام بدید. مثلا میگید بیا بریم. میگید let's go. بیا بخونیم. Let's read. بیا یاد بگیریم. Let's learn. learn یعنی یاد گرفتن. خب میخوایم گرامر یاد بگیریم دیگه. گرامر امروزمون چیه؟ اولا میخوایم به یه چیزی اشاره کنیم و بگیم این مال منه. این مال منه. مثلا این کیف منه. خب کیف منو خود کتاب مثال زده. This یعنی این. تو مکالمه هم داشتیم میگفت this is my teddy bear. This یعنی این. is که فعلمونه، فعل to be یعنی است. My مال من و bag یعنی کیف. This is my bag. این کیف منه. This is your doll. این عروسک توه. ببین این دوتا کلمه رو یاد بگیرید. My برای چیزی که مال منه ازش استفاده میکنم. Your برای چیزی که مال توه ازش استفاده میکنم. This is my bag یعنی این کیف منه. This is your doll یعنی این عروسک توه. حالا میخوایم این رو سوالی کنیم. بگیم آیا این کیف توه یا آیا این عروسک توه یا آیا این عروسک خرسی توه. خب ببین ما داریم this is و ادامه جمله. بخوایم سوالی کنیم جای این دوتا رو عوض میکنیم. جای چی و چی؟ جای this و is. یعنی میگیم is this your doll. این رو داشته باشید. گفته is this your teddy bear. آیا این عروسک خرسی توه؟ خب نگاه کنید این جامدادی عروسک خرسی نیست. به خاطر همین در جواب میگیم no it isn't. isn't منفی دیگه. یاد میگیریم که is not مخفف شده isn't. این رو بعدها یاد میگیریم. فعلا عجله نکنید. پس یاد گرفتیم بخوایم بگیم یه چیزی مال توه میگیم this is your و اون چیز رو بگیم this is your doll. این عروسک توه. و یاد گرفتیم که بخوایم سوالی کنیم جای this و is رو برعکس میکنیم. میشه is this معذرت میخوام is this your doll. یا تو مثال سوم جمله سوم داریم is this your teddy bear. این عروسک خرسی توه آیا؟ جواب داده no it isn't. خب اگر جوابمون منفی باشه میگیم no it isn't. اگر جواب مثبت باشه میگیم yes it is. این رو ببینید
Is this your teddy bear؟ خب چون is اوله پس سوالیه. از رو علامت سوال هم میشه تشخیص داد که این سوالیه. آیا این عروسک خرسی توه؟ جواب داده yes it is. بله اون عروسک خرسی منه. پس اگر جواب ما مثبت باشه yes it is. اگر جواب ما منفی باشه no it isn't. بریم ادامه. خب نوشته write my یا your. یا my بنویسید یا your. خب انجام بدیم با هم. بیایم که انجام بدیم. خب گفته this is خودش تکمیل کرده your ball. این توپ توه. جمله دوم رو با هم انجام بدیم. This is blank bag. خب جای خالی گذاشته. پسره به خودش اشاره میکنه دیگه، به کیف خودش. پس باید بگم my. آفرین. This is my bag. مثال سوم مادر اسباب بازی بچهش دستشه، میگه this is جای خالی کار. خب نمیگه این ماشین منه دیگه، میگه ماشین توه. This is your car. آفرین. your car. بریم مثال سوم. یه مثال چهارم کتاب و مثال سوم ما که باید بنویسیم. This is خب پسر مال خودشو داره میگه this is my puzzle. باید my بنویسیم. آفرین. خب یاد گرفتید؟ تمومه. پس بریم که ادامه بدیم. گفته write yes it is یا no it isn't. باید یا yes it is بنویسیم یا no it isn't. خب اگر جواب ما مثبت باشه yes it is یعنی بله، yes یعنی بله، no یعنی نه. مثال اول خودش حل کرده. Is this your teddy bear؟ آیا این عروسک خرسی توه؟ خب این جامدادیه. بازی گفته no it isn't. نه اون نیست. این بر گفته Is this your teddy bear؟ آیا اون عروسک خرسی توه؟ آیا این this یعنی این. آیا این عروسک خرسی توه؟ خب باید جواب بدیم بگیم Yes it is. خب عروسک خرسیشه دیگه. انجام بدیم. Yes. من نمیدونم چرا هر کاری که انجام میدم این میاد پایین تر. Yes it is. بله اون عروسک خرسی منه. اینا رو شما دقیق بنویسید، سر جای خودش بنویسید. من خیلی نمیتونم دقیق بنویسم. مثال سوم. Is this your teddy bear؟ خب اون که کیفشه. پس میگیم No. No. باید میگفتیم چی؟ آفرین. It isn't. It isn't. اوکی. No it isn't. Yes it is. No it isn't. و حتما شما مرتب بنویسید. مثل من شلخته کار نکنید. قشنگ که کتابتون تمیز بمونه. بریم ادامه. بریم. Lesson 3 درس 3 song یعنی آهنگ. Listen, point and repeat. دیگه یاد گرفتید دیگه. Listen گوش کردن، point اشاره کردن، repeat تکرار کردن. یه بار گوش میکنید فقط اشاره میکنید، دفعه دوم گوش میکنید و باهاش تکرار میکنید. فایل رو پخش کنیم، اول گوش بدیم. Listening 25. Listen and point. Kite. Bike. Train. Game. Scooter. Scooter. Bike. Game. Train. Kite. Listen and repeat. Kite. Bike. Train. Game. Scooter. اوکی. Kite یعنی بادبادک. Kite. Bike یعنی دوچرخه. Bike. Train یعنی قطار. Train.
game یعنی بازی. game. scooter یعنی همون اسکوتر خودمون. scooter. حالا این کلمات رو یاد گرفتیم، میریم یه شعری میخونیم که از این کلمات تو شعر استفاده شده. آماده بریم؟ کلمات رو یاد گرفتید؟ حتما کلمه ها رو به خاطر بسپرید. Listen and sing. گوش کن و آهنگ بخوان. اول یاد گرفتیم که sing یعنی آهنگ خواندن. Let's sing. بهتون گفتم let's یعنی کسی رو دعوت میکنیم بیا یه کاری انجام بدیم دیگه. sing یعنی آهنگ خواندن. Let's sing یعنی بیا آهنگ بخوانیم. آهنگ رو گوش کنیم ببینیم چیه. Toys, toys, toys. این موضوع آهنگمونه. Listening 26. Listen and sing. Toys, toys, toys. Toys, 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 toys. This is my big red kite. My big red kite. My big red kite. This is my big red kite. I love toys. Toys, 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 toys. This is my big blue bike. My big blue bike. My big blue bike. This is my big blue bike. I love toys. Toys, 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 toys. This is my big green train. My big green train. My big green train. This is my big green train. I love toys. اوکی چی میگه؟ toys یعنی اسباب بازی ها. اون اس جمع بهش میگن، کلمه رو جمع بسته. توی یعنی اسباب بازی. تویز اسباب بازی ها. خب 7 بار فقط میگه تویز، اسباب بازی ها، اسباب بازی ها الی آخر. گفته چی؟ This is my big red kite. این بادبادک بزرگ قرمز منه. big یعنی بزرگ. red یعنی قرمز. رنگ ها رو یاد گرفتیم اول. kite هم که یعنی بادبادک. This این is که فعل ماست یعنی است. ما گفتیم یعنی مال من. This is my big red kite. این بادبادک بزرگ قرمز منه. My big red kite. بادبادک بزرگ قرمز من. My big red kite. بازم تکرار میکنه. This is my big red kite. این بادبادک بزرگ قرمز منه. چند بار میگه و میگه I love toys. من عاشق اسباب بازی هام. دفعه بعدی همین کار رو ادامه میده، تکرار میکنه و فقط میگه This is my big blue bike. big بزرگ، blue آبی، bike دوچرخه. میگه این دوچرخه بزرگ آبی منه و همین مراحل دوباره براش تکرار میکنه، چیز خاصی نداره. دوباره میگه toys 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 الی آخر 7 بار میگه و میگه This is my big green train. قطار بزرگ سبز من. big بزرگ، green سبز، train قطار. خب قطارش داریم میبینید دیگه. این قطار بزرگ سبز من است. بعد دوباره تکرار میکنه آخر سر میگه I love toys. من عاشق اسباب بازی هام. شعر راحتیه، کلمات مهمش رو همینجا داشتیم. هر چیزی که مهم بود این یه تیکه اول داشت. بریم ادامه بدیم. Lesson 4. درس 4. Listen, point and repeat. گوش کنید، اشاره کنید و تکرار کنید. دیگه یاد گرفتیم. دفعه اول فقط اشاره، دفعه دوم خودتون باهاش تکرار کنید. Listening 27. Listen and point. Letter E. Egg.
Letter F. Fig. Letter G. Goat. Letter H. Hat. Letter H. Hat. Letter G. Goat. Letter F. Fig. Letter E. Egg. Listen and repeat. Letter E. Egg. Letter F. Fig. Letter G. Goat. Letter H. Hat. بسیار عالی. حرف ای مثال اگ رو داریم. اگ یعنی تخم مرغ. حرف F مثال فگ رو داریم. فگ یعنی انجیر. این شکل انجیره مثلا. شبیه هم هستا. حرف G goat یعنی بز. عکسش هم داریم آقا بزه. و letter H حرف H hat کلاه. الان قراره یه آهنگ بامزه بشنویم با این کلماتی که یاد گرفتیم. Listen and chant. چند هم یاد گرفتیم که شبیه سینگه یعنی سرود خواندن. سینگ هم بود آهنگ خواندن. بریم گوش کنیم. Listening 28. Listen and chant. I have an egg. Egg. I have a fig. Fig. I have a goat. Goat. I have a hat. Hat. خیلی خوب. میگه I have an egg. egg. من یک تخم مرغ دارم. have یعنی داشتن. I have من دارم. have یعنی داشتن. میگه من یک تخم مرغ دارم. جمله پایینی میگه I have a fig. fig. من یک انجیر دارم. انجیر. I have a goat. من یک بز دارم. I have a hat. من یک کلاه دارم. مهمه که have رو بدونید یعنی داشتن و وقتی جمله میسازیم مثلا میگیم I have a حالا یه اسمی میگیم هر چیزی که داریم و میگیم I have a hat. من یک کلاه دارم. یه نکته که امیدوارم دقت کرده باشید بعداً توضیح میدم. فعلا فقط در حد این که بگم توجه کنید به نکات ریز. اینجا گفت I have a fig. I have a goat. I have a hat. ولی بالا داریم I have an egg. چرا بالا ان اومده پایینیا ا اومده ای خالی این ای با ان این رو بعداً یاد میگیریم پس عجله نکنید اما این تیزبینی شما رو میرسونه که دقت کنید به این جور چیزها. و اما یه بازی جالب که درس یکم داشتیم گوش میدیم ببینیم چه حرفی رو میگه. هر حرفی رو که صدا زد ما
وصل میکنیم به اون حرف تا آخر سر برسیم به اینکه ببینیم کدومش رو داره این بزغالی که داریم. بزغالی که نباز. Listening 29. Listen to the sounds and join the letters. Fig. Egg. Hat. Goat. Goat. Hat. Fig. بسیار عالی. امیدوارم شما مثل من وصل کرده باشید. اول میگه فگ، بعد میگه egg, hat, goat, hat, fig. آخر سر میرسیم به انجیر. این کاری که من کردم رو هم شما هم انجام بدید. کمک میکنه به یادگیریتون. خب پایین قراره چی کار کنیم؟ درس یکم داشتیم، الان هم داریم. میگه read and circle the sounds E, F, G, H at the start of the words. این متن رو میخونیم، دور این 4 تا حرف اگر در اول کلمه اومده باشن خط میکشیم. There's an egg with a yellow hat. میگه یه تخم مرغ با یه کلاه زرد وجود دارد. ایناش ببینید. خب egg با ای شروع شده، دیگه نداریم hat. hat هم با H شروع شده. دورش خط بکشیم. Look, ببین. The goat has a fig. میگه نگاه کن. این آقا بزه یه انجیر داره. خب goat با G شروع شده. دورش خط میکشیم. Has a fig. انجیر. fig با F شروع شده. The goat likes figs. میگه این آقا بزغاله که نمیشه گفت. این آقا بزه ما انجیرها رو دوست داره. از انجیر خوشش میاد. خب goat با G شروع شده. دورش خط میکشیم. fig هم با F شروع شده. دورش خط میکشیم. این شد درس امروزمون. امیدوارم خسته نشده باشید و that's it. فراموش نکنید که plan while others are playing. درود و خسته نباشید. جلسه امروزمون هم تمام شد. ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه من بودید. منتظرم که تو پستای بعدی ببینمتون و تا جلسه بعدی take care.